سلام بچه ها، امروز جاتون خالی حوالی گرجه و دیگه بریم ماهی همون هم ببینیم. حوالی گرجه یا دمپخت گرجه با ماهی سرخور، ماهی که توی فر رفته و داره بیرون میاد. دو تا کلمو کم انداختیم بغلش و اینم استخوان سرخور که برای بار دوم هم داره میره بره توی فر. دیگه جفتشون آماده است، میره آماده برای خوردن و حوالی، ماهی، خرما، سبزی خوردن.